برای دوستانی که کوتاهی بابو میخواستن، ما اول در مرحله اول تقسیم بندی بابو نگاه کنی، حالت کج داره، یعنی با همه تقسیم بندی ها کاملا متفاوت هستش. یه تقسیم بندی مثل آمبره هستش. خب اینکه مو باید کاملا خیس باشه. به حالا نحوه قیچی زنی هم براتون فیلم میگیرم. یه نکته دیگه که داره برای مدل باب اینه که ما باید مشتری تا به فرق سرش میرسه، همون صدفی، سر مشتری کاملا خوابیده باشه. یعنی مشتری نمیتونه سرش رو بیاره بالا. تا زمانی که مو به صدفی سر میرسه، سر مشتری کاملا خوابیده و مشتری سرش رو تکون نمیده. مشتری ما نمیخواد حد موهاش خیلی کوتاه بشه، یعنی یه باب خیلی کوتاه نمیخواد. خب ما میایم اول چه کار میکنیم؟ یه خط مرز رو در نظر میگیریم، کوتاه میکنیم. خب کوتاه که کردیم، حالا ما اینو دیگه خط راست کوتاه نمیکنیم. خب اینو خط راست کوتاه نمیکنیم، الگو رو برمیداریم. الگو رو که برداشتیم با حالت اوریب خط رو میزنیم. مشتری نمیخواد زیاد تیز باشه، به خاطر همین ما تیزیشو خیلی کم میکنیم به این صورت.